عاقبت‌های گناه و معصیت. ابن قیم رحمه الله تعالی عاقبت‌های بد گناه و معصیت را بیان کرده می‌فرمایند. اولا فرمودند که عاقبت‌های گناه و معصیت این بیان محرومیتی از علم است، چون علم نور است که الله آن را در قلب انسان می‌افکند، داخل می‌گرداند و معصیت باشد این نور را خاموش می‌گرداند. وقتی امام شافعی رحمه الله تعالی در نزد امام مالک نشست و از ذهن ذکاوت و فهم بلند داشتن او این شافعی به وجه آمد و گفت میبینم که الله سبحانه و تعالی نور در دل تو انداخته است، آن را با تاریکی معصیت و گناه خاموش مکن. چه نصیحت بزرگ است. بدان که عاقبت گناه و معصیت این محروم شدن از رزق همه باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند شخص با سبب گناهی که میکند از رزق محروم میگردد، روایت ابن ماجه. و بدان که گناه و معصیت سبب در وحشت افتیدن خود بنده میگردد. معصیت میان انسان و پروردگارش همچون میان او و مردم یک حجاب و دوری قرار میگیرد. از بعضی از سلف روایت است که فرمودند من هنگام معصیت میکنم تأثیر آن را در خلق دوستان و اهل خانواده خود میبینم و امور انسان، احوال انسان سخت میگردد. اگر انسان به معصیت مشغول بگردد الله کارهای او را مشکل میگرداند. هر راهی که میرسد بسته میشود و هر راهی که میخواد بر آن برسد راهها برایش بسته میگردد. برعکس آن تقوا سبب آسایشی کارهای او میگردد، چون که الله سبحانه و تعالی در محکم آیاتش فرمود و هر کی از الله بترسد و من یتق الله یجعل له مخرجا، الله برای او راه را میکشد، کارش را آسان میگرداند. و بدان که گناه و معصیت ظلمات است در قلب بنده، شخص آن را احساس میکند مثل تاریکی شب است. چه خیلی که طاعت نور است، معصیت یک ظلمات و تاریکی است. وقتی ظلم زیاد میگردد انسان در سرگردانی و گمراهی میافتد. بدان که گناه و معصیت این راههای تاریکی و ظلمات را در قلب انسان پیدا میگرداند. معصیت ظلم است و ظلمات است در قلب بنده، شخص آن را احساس میکند مثل تاریکی شب. چه خیلی که طاعت یک نور است، معصیت یک ظلمات و تاریکی است. وقتی ظلمات زیاد بگردد قلب انسان سیاه میشود و انسان سرگردان و سرنگون میگردد، پریشان حال میشود. از ابن عباس رضی الله عنه روایت است که فرمودند حسنه یعنی عمل نیکی نور است در دل، روشنایی است در چهره، برکت است در رزق، قوت است در بدن و محبت است در بین مردم و محبوبیت است در دل مردم. اما گناه و معصیت باشد یک سیاهی است در چهره، تاریکی است در دل، سستی است در بدن، کمی رزق است و بدبینی در نظر مردم. و بدان که گناه و معصیت سبب محروم گشتن بنده از طاعت عبادت میگردد. یکی از بزرگترین عاقبت های گناه این است انسان از طاعت محروم بگردد که این طاعت سبب نیکویی انسان است، اما معصیت سبب بدبختی او، که شاید بهتر از دنیا و آنچه که در دنیاست این طاعت بالاتر باشد و گناه راه آن را برای تو میبندد. و بدان گناه و معصیت سبب ضعیف شدن افزایش تو میگردد و سبب افزایش گردیدن گناهان میباشد، چون گناهان یکدیگر را دنباله‌گیری میکنند. هر معصیت سبب معصیت دیگر میگردد تا جایی که شخص از اخلاص در عبادت محروم شود و خلاص نمییابد. از این قلبش را تاریکی فرا میگیرد که سبب هلاکتش میگردد و همچنین سبب سوز شدن اراده بنده با نسبت به پروردگارش میگردد، نسبت بر دین میگردد، نسبت بر توبه کردن با سوی پروردگار بازگشتن میگردد. گناه اراده انسان را برای توبه ضعیف میکند تا جایی که شخص دیگر نمیتواند از گناه باز ایستد، خود را نگاه بدارد، زبانش توبه میگوید ولی قلبش به گناه میل میکند، انتظار فرصت قرار میگیرد که باز اون کار انجام بدهد. و بدون که افتخار کردن به گناه این سبب ذلت و خواری انسان میگردد. این نشانه هلاکت بنده است. بدتر از گناه است که شخص با فخر و افتخار بگوید من فلان کار کردم. العیاذ بالله. رسول الله فرمودند که همه امت موردی اوفن مگر آنهایی که گناهشان را آشکارا انجام میدهند و آخران بدان که گناه و معصیت سبب مهر پیچت زدن قلب بنده میگردد. وقتی که گناه ها زیاد می شود دل را فرا می گیرد تا آن را از ذکر الله سبحانه و تعالی دور بسازد. سپس وسوسه ها و معصیت ها در قلب انسان فرا می گیرد که تا آن درجه که حتی ایمان انسان شاید از بین برود. چون که الله می فرماید بلکه دل های آنها زنگ زده است به سبب آن کارهای گناهانی که می کردند. الله المستعان.